فیلم کرامت الله خیلی خوب. سال تولد 1985. میدونید برای چی شما گناهکار گذاشته شده؟ نمیدونید؟ من با شما یه بار دیگه میگم. از روی ماده 374 قسم 1 خودسرانه ترک کردن قسم حربی یا محله خدمت همچنین بدون سبب‌های عذرناک سر وقت برنگشتن به خدمت پس از رخصتی یا از قسم حربی رخصتی مهنتی هنگام تعیین کردن یا گذراندن بر جای دیگر به خدمت یا با دیگر خدمت گذراندن یا از سفر خدمتی برنگشتن یا اینکه از مؤسسه‌های طبابتی که زیاده از 3 شبانه روز ولی نه زیاده از 10 شبانه روز در بر میگیرد از جمله خدمتچیان حربی که طبق دعوت خدمت میکنند اینچنین سرکشی کردن از خدمت به همین مهلت برای پیشکش نمودن حجت‌های قبلکی یا شرط‌های دیگری فیدیم ما میتوانیم که با نگاه داشتن در قسم حربی انتظامی با مهلت تا 1 سال جزا اعلام کنیم به شما به این چی میگید؟ قش محترم سونیا زیر حمایتگری من بگذار با سوابق‌های شما خودش رو بیام. خیلی خوش جوابگر سبب چی؟ برای چی شما از خدمت حربی گریختید؟ یعنی سرکشی کردید؟ ما خدمت حربی نگرفتیم اکا. چخیلی نگریختید؟ ما 7 ماه 100 فایز خدمت کردیم. مردک باری 7 ماه خدمت کردیم اکا. 7 ماه 100 فایز خدمت کردن نمیشه؟ میدونه چی؟ باید که 2 سال بعد مردانوار خدمت کنید. از شما 7 ماه خدمت کردید. مجبور شدیم اکا. یه زیراوری شده اونجا؟ نه. گرسنه نماندی؟ نه. خراب میخوردی؟ 4 بار خراب میخوردیم. 4 بار. قش سر لباس چی بود؟ 100 فایز. خوب بود. چی باید گریختید؟ باخیم رفتیم. سودیا اونجا هر شب توی بود. چه توی؟ ساده کرده فهمونی؟ در آن قسم نیزایی ما هر شب توی بود. ساده تر کرده فهمونی؟ چه توی؟ چه در قسم نیزایی توی بود دست توی تشکیل میشه. خب همین ساعتی دم بشه کماندیر بعد در آن کزرمن میدان آمد میگفت که روتا ادبار ساعت 10 روز؟ در شب درست قاعده بعد از ساعت 10 همه سربازان باید استراحت کنن یعنی که راحت کنه نکرد بله بعد نیم ساعت بعد 4 دمبل می اومد چی؟ چی میگم؟ مسافر بیریش یعنی سابقه دارم سربازان سابقه دارم خوش میرمان میگفت که روتا پیوم بعد میگه آنها که برادرم توی سرشی چی خیلی توی سادتر کنه گفت زن؟ یک سرباز هم میگه برادر خیلی تولک دایره می نوازی یک سرباز دیگر هم میگه خیلی حفیظی میکنی یک سرباز دیگر هم میگه دو درجان خیلی شهبچه میشه یک سرباز دیگر هم میگه خیلی عروس چی؟ عروس چی خیلی عروس؟ های یک از حافظ شد، یک از دایره شد، یک نفر دیگر شاه شدن، یک نفر دیگر کلیم عروس شدن از شما چی در دارید گریخته؟ شما چی مجبور کردید گریخته شما؟ یک موزه رزمری 57 سمت میدن میگه در سر کتف مامان امی توی سیوکا بکن چیکار کنم؟ سیوکا بنوار بنوار گیر این بهانه شده نمیتواند که شما باعث گریختن شما از قسم حل بشود فهمیدید؟ خیلی با حاضر تنظیم همون موزه میگه من کرد موزه میگه کن سربازان میکشن همه که چند گرم وزن داره 300 گرم وزن داره و با بالای همه تنظیم است مشکل نیست 3 ساعت همون موزه 300 گرم من هم تکردم 3 ساعت مشکل نداره یه این دردی بخیر افیق سونی هم بس همیشه 14 میلی نامرد میآید میگم جا توی دمیشم کی بود میگم ما میگه توی کی بناور گرفت میگم من اگه میگن اگه دیسک توی هم بیار تماشا کنه چی گفت؟ دیسک توی هم بیار تماشا کنه شهر بودم کمی درآمدن تو راه دیدی شما رو
ها برادر هم میبریم جون از جون بشینیم خاج شما کار دو تو ما کار داریم اخی فهمیدم ما نکن ما همین میبینیم دیده چی همه دیلک شد عقلم در او دیلک شد میگه مشتاق شد کرده اگه ما آدم کارتشکن نکن خب شرط بوده که در اومدن تو نخی همین دیدی که جون از با کجاش خود بازار همین رفت چوکی نباشه سور نشه تمام نمیخواد پرابلم یکا سور نشه یه پاک نکن چی پاک آقا یه تو کار داری من کار ندارم یه خواهی همین را دیگه مشهور کرد نیست هست دو ساعت شد یه کروننده آدم داری با چی آدم میگیری آخی اخی هم ریسک روزی میگه یه بار بود اگه دو بار بود اگه خودی که شما کار دارید من کار ندارم اما چند نفس گیر شدیم مخم دیدی که پره او همین راه ده همین یک تایم مشکل ما توقع بوده کو زنه داوشش یه خورا چه پاک خودم شب فرات این آقی نه سواد کافه آخر در اومده با حامد زوری من جر نکردم دیلک شد تو هم میریم او دیلک شد میگه مشتاق شد که نشود این تنگم برای 6 نفر خیتویی آدمای خراب برای 10 نفر تاجیکی بزبله گفته که نه یا که همین گاز ایسوف دوره نداره یا بار گاز همین راست میگن آقا یه شما هم ساعت که آدم شوی اما چه زنه نفس گیر شد که هوا نداره اومده پیش تیزر محکم کرده هازی ما هوا هازی ما هوا میدرونه کنی آدی که کلون با عقل 30 سال یک جدا رسیده ای با نمیدونم حیات دیگه هازی ما وای زنه که حامله دار به جا میوم ولی جای نق میوم وای آخی من این سویسته شما را کاری کاری اکا همیشه جای گابزنی نکن خودت دو جانه با تلفن تا برو برد اینو هم خمدنی هست یا آدم کپیتان یفتم قرض دارد بود کو هم کمی کاری نمیوی کو قرض دارد چند قد شد کفصادی نمیوی کو من یفتم قطعی من همون مشت رقم 13 برفته شده لوی راه برو حوزه اصلا که پس میرسه میقپی حوزی بخیرم مایلش دفعه اکا شفرم یا جمان کو گذاشت فرق گذاشت یا کمان کری من هم جمان کو همجا که است همجا من راست رو یگون جو من نکن راست رو یگون جو من راست میره نکن رسیده ما کجا کارو چه کردی خودت چی را واقعی چی ما رسیدیم جای کارو فروید ما که مش اكو هاي كنجيرة هم كاردون خوش آمدید جیرا جانی من خوش آمدید من امروز کارکو از شما سر میکنیم خوش بوری اول اکا بوری هیچ اول گپ نیست همه بوری اول بعد آستا آموخته میشه اما کسی اویلوی ای دندان کنی میترسیم میترسه تانی از دکتری دندان میرسی یا که از ینگا بیستو میترسید نه اول ینگا بعد از دکتر اون من باید که شما نترسید جیرا جانی من حاضر مسال میشه درد میکنن می چند قدر شد عذاب میتید خیلی چند تاش درد میکنه کنی آگی آگی آی کلانگی آخرش ما دکتره که معلم برای چی آقا حرف میاد داده است من میخوام که دندانش میفهمم همه طرف فهمم درد می کدامش درد میکنه سیتاش این طرف اون طرف کنی واو دهان میاد آخر میاد دهانشون پول خاص خوشاکو سالاد خوردم سالاد نیه پچک کسا بینی خوریش گویی حالی هم زبان عبدی توجیکه نمیدونیدی آقای دکتر اون نوبت ما میرسم 2 ساعت شد طاقت دونه چومه مخیه
من بی ما آدم دورم فقط می آب نیست آقا بزرم آب نیست کنی؟ کنی؟ آی وای سنگ داشت ها در کار در میکنم ترسان دیوخی مگر من دو دوای خودتون من خود رفته خودم خانم خیه که دو دوای میگوید که در کباری هم در میکنم ترسان دیوخی چی بود دو دوای میگوید شما خیه در میکنه کنی؟ کاری ایساشا بینم کنی من دندان شما هر یک سنگ یک تا امارت با حشمت ساختم ممکن کن فکر میکنم این دهان شما شاکه دندانشوی اومد دیدگی نیسته چی کارشی بکنه نکرد چی باید کرد نکرد اکو یک تاده میکنیم جایی من باشی حالا بعد یک خلاصه با میبینی این چی اکا؟ این هیچی بیا بگو شکر دکتر خوش بکنه مکا خوش بکنه مکا من درم مختم کن کنی؟ اگر چی دستی من میدارد شما عجیب آدم بوده دیگه اکو دکتر شما تو با این من میکنی آخی اما یه سنگاش گیرم من آخی چا کده دی تو؟ اکا ام برای بیا این چی اکا؟ این چی اکا؟ اینش امبور امبور؟ من اکا نکد میترسم اکا نترس خیلی اکا نترس دادار دیده بینه هوپا هوپا کده میگیره دیگه وای خدا درک نمیو بیا کنی؟ نه انگو؟ کدوم شکیرم وای شکیرم اینه کدوم شکیرم کدوم بیشتر در چی بدم در شکر در میکنم این طرفش در بیا میکنم اوست اکا آنی اکا آنی اکا های کنی؟ کنی؟ انا رفتیم کنی؟ انا بای؟ انا یه؟ اکا استانه بکنی اکا انا همیخی منه تمام تی جا دو وای میگی خب بهوده دو وای میگی پیش گیره که چند سوشی دکا 50 سو 50 سومان 50 سومان بله درد که دکا تا چند دقیقه میستم تو بگه یک تو بگه بعد خودش در آستا خودش ساخته شده میره من نوبتی کیه؟ یا بچه بیا بیای بچه اوی بخشش کمک خطا شده است 50 سوم نبوده است چند سو 250 سوم شده است حاجی 50 سوم بود یک مرا 250 سوم کرد یکا حاضر 50 سوم لیک وقتی دادوای بیهوده کردید عراس کردید کلیتو همه گریخته برفتن هیچ کیم نمانده است انا برای همین او شعر ما وستنوی میکنید میخواید نمیخواید 250 سوم نه محترم رجب سروشین اسایویچ من ما اینجا به خلاصه آمدیم دو زنگی شما اثبات کرده نشد شما آزاد می توانید به نزد زنتون روید آزاد؟ بله هزار رحمت اکا جان نمیارزد بسیار خبری خوش گفته اثبات نشدن تو زندگی نیست نه می توانید تو زندگی من اثبات نشدن فاش نشدن نه رحمت کلام یک سوال داشتم خب مرحمت میگفتید به نزد کدامش روم چه خیلی به نزد کدامیش آخر به نزد یکمش یا دویمش
و علیکم السلام. الان وقت چهره کشوده، لبانی پر از خنده، چشمانی شعله مانند. آفرین. رحمت. سلامتی ها؟ همان است. فرزندو. همه خوب. زندگی همه سر. خدا شکر. شکایت نیست. خنده تزن. آفرین. احسن شما برای این کارگر. من یک بابولو میروم حتما. خب سلامت باشید. سلامت باشید. رئیس جون شما را ساعت چند از خواب بیدار کنم؟ خیریت که خاطر رسان کردید. تشکر تشکر. ساعت 8 من مجلس دارم. ساعت 7 سلطنت خان حتما مرا بیدار کنید. پیش از بیدار کردن شما باید از بری روی من حتما یک چماکی یعنی که بوسه کنید وگرنه من بیدار شده نمیتونم. گپ نیست رئیس جان. 1 ساعت پس نوبت بابای قاسم می شود. حتما میرسونم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه خیلی اکا چه خیلی سلامتی اکاتون در خونه مادرتون حجتی به من پیشنهاد رفیق سردار شما نه سلامتی خما یگان گناه ندارم رفیق سردار من میروی 80 رفیق سردار همین ما چی خطا کردیم که مرمم کردی خودت شد همون یگان پرابلم نیست پاساژیران چی اویست اومده استادم اکا اویست اومده اکا پاساژیران محترم شما میتونید که وایستا در جای خودتون شید من برونم گپ دارم تمام ایو برادرای ما وقتی که برادر کی میفروє برادر رو میفروє اکا اگه پرابلم نیست اکا اکا احترام خوش میگم حجت رو پیشش میکنم اکا بر این اگه پرابلم نیست حجت ما 100% ما راست میریم راست میریم خب میبخشید من صورت با سیرتتون تغییر نمیده نه برادری خیلی نمیشه صورت دیگر سیرت دیگر تمام اکا سلامت باش اکا جان گپ نزن الا بای ما چی باکا چی به قصیر گپ تو چی به بسیار گپ بزنی ها خیلی قیمت کدی آخه خواهش میکنم اکا جان اکا یک بسیار گپ نزن ما گپ زدم آخه شما شینتون آخه ما شمال خوری برو اومدیم رفیق سردار در لب دریا ورزا بخورم شما چه گپ بزنید دیروز یک تا دیگه من کردم روی تعمیر طلب بود من میگم حجت کردیم میگه که اگر ما حجت می‌داشتیم به همین راه میگشتیم خیر راست آخه همین گپ می خیر راست اکا خیر راست با یک تا دیگه دیرم مسخره با مسخره میکنن میگم تو همین چراغک سرخ ندیدی میگه چراغک سرخ دیدم لیکن کماندر یکی شما رو من ندیدم خیلی همین خیلی بشه نه که ما مردم یگان گناه نداریم راستی که رفیق سردار ما همیشه پدرمون رو نصیحت کرده که در روی راست بیا که ما یگان پرابلم نداریم اکا جان ها که التماس خواهش میکنم برادر عزیز ما کردن خونه برادر بریم با تیز میایم اکا تو نوشیدگی وجدان انسانی ما نمی‌نوشیم اکا رفیق سردار حیاتش نه شیشه رقبیدگی نیست رفیق سردار ما نوشاکی ها سپیرتر عموما با پیش دهن من نمیبرم وجدان انسانی ما نمی‌نوشیم اکا ما طبیعتا رو خیلی کردم از دهنت بوی عرق ما رئیس وجدان انسانی نمی‌نوشیم اکا ما بزرگ در سوداگرم خطی همین مشتری صحبت بگه چک بکنیم اکا ما فقط هم خیلی گپ بزنیم وقتی که خطی مشتری رو گپ بزنیم دهنمون گرم میشه عرق میکنه السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و علیکم السلام پدرم سلامتون گفت پدرم سلامتون گفتم شاگرد نکنن گپ بین خودمون پدر و مادر این لحظه با خانه با مانیتفر رو بشکنید نکنن وقتی امتحان نکنن راست گپ استاد من ننیشنستم خوش کن تیاری چی خیلی؟ ای شب تا سر خانده من کسبتون شما دوست میدارید؟ دوست میدارم باید چی خواهد شد؟ دختر
بایتوری آفرین بایتوری بایطور یعنی که دکتری حیوانات شدم من فهمیدم خیلی خوب بله. خیلی خوب تایرت خیلی می شود نختم دیدی شب نه شب تو سر فقط خواندم آفرین مرحمت کنی یکتر چیده آخر کدوشم گیرم اکید خانی اوچت ده استاد دادر این که از استاد پروفسور دکتر یک بار رفتیم نرفتیم گناهگار کردی کار که اکا کردی امیرا بگیرم نمیدونم کنی اینجا کتابازی نیاخی همین یک چک خب یک چک میگیری همین چک گرفتی گیر تو گرفتم جهنم من بیار من بلیتی چند بلیتی پنج ها پنج سواد نداری بلیتی پنج خیلی مالی پنج بلیت پنج سوال یکم معلومات درباره گوسپند حیوان نفهمیدم. گوسپند کی گوسپند خودش حیوانی بعضی گوسپندها شاخ دارن بعضی گوسپندها شاخ ندارن گوسپند تقریبا یک 40 کیلو گوشت بکنه گوسپند چند کیلو؟ 40 کیلو 50 کیلو ممکن گوسپندهای ساری گاناگا 110 کیلو هم میکنن. تشکر معلم تشکر گوسپند معمول خم میکنه خلاف نیست میشه گوسپند میکنه بعد کم کم روان داره در ترکیب گوسپند پشم بسیار است کنجا پشم است کو حالا در ترکیب پشم گوسپند اگر ببینی در اونجا کیک بسیار دیده میشود انا کیک چه بیشتر دیده میشود کیک انا یعنی عموما گوسپند پشم گوسپند بسیار زیاده است پشم گوسپند بسیار است. مفید است برای جمعیت مفید است از انا پشم گوسپند چی تیار میکنیم؟ بولیش تیار میکنیم بالیش نیه پچک نمک گلیم انا جلو گوسپند انا اگر ما دیده باریم در درون پشم گوسپند انا کیک پیدا میکنه کیک زندگی میکنه کیک انا کیک حشرات معده خونک که بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده و آدما زندگی میکنند کیک خون حیوانات گوناگون و مثل گربه خر گاو بقه سغیر خیز و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یک نمود بیماری های خطرناک را در بین مردم پهن میکنند اگر به دستت خیلی چند برای نگاه کنی کیک نمیموند و دینگز کنه میپرد یه شوره معلم یا چی گپ داره سوال دوم رو بینید کیک ما درباره گوسپند بزنیم کیک سوال داریم درباره شتور ها اشتور نه زبان جوانو نمیخونم زبان نبی تاجیکی خراب کردگی های ابدی گفتن ابدی استاد ادبی بخشش عصبی کرد ادبی گفتن درباره شتور اشتور نه شطور درباره شتور و زندگی نامه درباره شتور و اهمیت آن در جمعیت امروزه فهمیدم انا شتور معنی شتور در شتور پشم کم داره معلم شطور نه شتور هم حیوان است معلم شتور در بیابان ها زندگی میکنه شتور قدش بلنده گردنش دراز است بلند نه قدش بلند نه قدش بلند و در بالای شتور دو تا خیلی کلوت تو چی به لحجه که دیگر میزنی؟ و 10 بار بودم ابدی گفتن با زبانی روسی و یک گرموش کنید مانه چی مهم گرمش کتون کردی انا تا دو تا کوکو زین بالاش دهست بالای دوتا چی؟ کوکو کوهان کوهان خیلی در درون او کوه اوای باونی چی؟ گرم چرم است چرم خیلی روان خیلی اومختش میگم در وقت تشنگی اگر باید نباشد آب نباشد استفاده میبره ایمو کلوت نه لحجه که دیگر نزن ابدی گفتن بگو که شتورم در پوست شتورم پشم دیده میشود قش در درون پشم یک اگر ببینی در درون پشم کیک هم دیده میشود انا کیک حشراتی معده خونکی بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده ها و آدما زندگی میکنند انا کیک خون حیوانات گوناگون مثل گربه انا کلموش انا خیز بقه گاو خر انا سغیر سور و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یخطور بیماری های خطرناک را در بین مردم در بین آدما پهن میکند یک کلک داری نداری خیلی آدم شدیه اوه برادر همه چه بوده کی بزنی تو خودت کی نداری بی تو پروفسور وقتی خالی نیست بسیار بیا بالا درباره کی کلام یک کی تو ایستادن ساعت ها گوش میکنن بد
یک دومونم رویم دومونت رجابتی دادی یک سال ایلوگی میدیم استاد. ما درباره چی میپرسیم تو درباره چی شرم ایستاده استاد اینجا بیا ما من همراه استاد خلاصه آمدیم یک سوالی ایلوگی. من بلیتا بلیت شد استاد خش کنی درباره ماهی با ما یک معلوماتی آفرین استاد. درباره ماهی. کردش خونه دار پس ماهی میدانی ماهی چی؟ چی ماهی؟ ماهی پاش نداره. خیلی یک انا پاش نداره انا قندت خورو قندت خورو کای که ماهی با آمخته کن چخت با نکنم انا من میگم آفرین گپ نداره ماهی درباره ماهی و فایده ماهی در جمعیت کایک در آب زندگی میکنه. کایک نه او ماهی در آب زندگی میکنه. انا که سرو کلابش گم کنه ایستاده ماهی در آب زندگی میکنه. خش ماهی معلم نیتری میروه. این ایتری نمیره ماهی شینا میکنه منم خیلی شینا میکنم. در بحر ماهی ها بسیار دیده میشود. درست ماهی هم معلم چند هزار نمودهای ماهی موجودن معلم. هزارها. ماهی هم لخمایی میشود، سزن میشود، ماهی میشود. ماهی اگر آب براری که معلم ماهی میمبره. محبت را زی ماهی باید آموخت که از آبش برون آری بمیره. اینجا شایری نکن شایری نکن معلوماتی بیشتر نکن وقتی که ماهی رو میخواه که معلم وقتی که ماهی رو میخواه ای دست پریتاس کردن میپرد که لحظانه که رنگ کیک میپرد ای دست رنگ چی؟ رنگ کیک انا کیک اشارت مایده خونما که کشتنش بسیار دشوار است در جسم شیرخوارها و پرنده ها و آدم ها زندگی میکنند. کیک خون حیوانات گوناگون به مانند خیز گربه صغیر مور خر انا در آمده انا یک قطار بیماره های انا خوفناک رو انا در بین مردم پهن میکنند. خون حیوانات گوناگون رو و مثل گربه خرگوش صغیر خون خر مار رو مکیده بعضا انگیزه های انا یک قطار بیماره های خوفناک رو در بین مردم پهن میکنند. کیک اشارت بلوزونه دوات توی با کایکتا نسبتان کایکوف چی؟ کیکوف دیگه جور هستن یک دودک میگم یک کلان میگم تا برای نقلیات به هستن صدمه میشه دوخی همش دانش نیست برده آهنگرا با فروختگی کدوگی فهمیدید می اینجا یک کلان میغلطه یک خورده کگ میغلطه دوخی بعد چی میشه نکن خیلی چقدر بوده بعد راههای نقلیات گذر بهم هست اونجا در یگون کس هسته؟ کجا من نمیدونم کی هست اینجا با بیا. آواز ببینی و عکس داده است صدا میتیده؟ بیا یک بار هی گویم که هی واه دیدی آواز داده کلیش ما استاد دیدی جرانگست میکنه کلیش ما آوازشون مرغوله دار یه بار دیگر کنی یک سال خطی زنم چی؟ پرت گویا که آواز میسته من برکم چه بجا ناشرگی سری کلا روز متهمی کبرا را ساز کنم به اخلاق
وای وای بچه یادم چه تو آتا گفت اصلت که دل میخونه یه برو که دیگه برو میگه تو گپ دان شدیه وای بچه خوش بگه تو فچه بگه تو چی داداشه کنی یه برو که دیگه کنی یه برو که دیگه اگه شهر نکن یه برو خان خان بیا جای چی بگیری داری خواست تا بود خیره چی گفت چی بگیری میکنی جیانتانه بینی جیانتانه یا بچه مایدکت بده من اینه این روزه که اتاول خونه برآورده بودیم که باید بخوشه وی خوشی چه میزدی چی خوشی چه انا راستا 5 سال شد کجا دوزی او چین رفت همراه مدرسه خطای برفتن این کس چق بکنه صحبت داره بعد میکنیم نامشون ایوات شد چی جون خون بود که وقتی جون خون شد جون خون 5 بار در آمدن اکو بیادی پدر همین خسته رو چه خونده گرایی که دست که باید کسی من بسیار پس موت شده گمه بگو خیلی گیره نکه فرزند برادر فرزند جیگر اینک به هر حال یا بمول اما کیش تماشا کنک بگو پس خواهش کنم نیها بگیم مگر جون خون امکش داد هلو یا باره که دیگه خون نیها جون خون از میخواند تو ادونه سم خیدا اما خونگر اکرمی آرتی نده مرتا ادونه سم خیدا اما خونگر اکرمی السلام علیکم نازی سوزی تیجین سلامتی تو نازی تنجین خوبین مرمت تمام بگیریم بیل داریم کدمان داریم شوخین داریم همه اولاتی مهنتی خانواده را همش داریم سلامت باشه سلامت گفته مردک که این کدمن چند پول بده یکو گفته مردک چند نمود کدمان داریم اینا کدمانش هم این 50 سامان 50 سومن واه آدم خواهی یک کدمن اکو 50 سومن فروشیه خیلی نرخش 50 سامان هم آدم ترش که گفته مردک ما کی 50 سامان و نرخی نیست ولی 50 سامان داده ترول تونو میتونه مگه قیمتی بعد ارزون ترش که بعد آهن تاجیکی سخت یک عمر خدمت میکنه اینا ببین این خیتای که اومده علکه استفاده نبرده شکستگی گفتم که همکی همین 50 سامان میشه دیگه همین نرخ آخرانش همیه اگه ارزونش که گفته مردک چکو میکنه آخی کباب کردینه که تو نمی چشمک بده بخدا همین گفته مرده کباب کردی آخی همین برای همین کم بغل همین چند پول میشه واکو نرخ همین نرخ آخریانش هر کم همین نرخ آخرانش برای شما کم بغل 50 سومای بای همین کدمانه در همین سرش بزنه در حسابتان 300 سومانی مبلغ دارید اکا 150 سومانی نمیدید
شادیچه سلام علیکم. اما کی شادیچه سلام علیکم. سلام علیکم. نردین یک سلامت چنج خوب. اما کی شادیچه؟ هیچ گوسپند کجا میبری؟ پیش همه کس را؟ پیش همه کس را. نفهمیدم. گوسپند کجا میبری؟ شما در کجا گوسپند دیدید؟ اینه گوسپند. ای بیا کلا گوسپند شما چما؟ نخواهم گوسپند باشد. این دیپلم معلومات گوسپند ها دانشگاه و خوانده استاده است. اوه سلام را 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 لا 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 لا. السلام علیکم سرجانت بازرسی دولتی اتومبیل ناظری راهنمایانов یه پول میدی همت اگر تو مستی نکنی رم 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 سر در هوسی گریز پایی نکنی رم 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 یک پالیچو دست بازی کنیم هر دویم رم 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 هی خوش با شما یک ایراد و یک سوال دارم. ایراد؟ بله ایراد یکی من همین که شما با این ماشین افلاساتون نمیتونید که به شهر دوشنبه در آمده حسن شهری ما را کاست گردانید فهمو؟ اوزر فهمیدید؟ خودتون آلفته ستنگ ماشینتون بسیار بسیار چرکین. انا اکنون سوال دیمی من برای شما تسمچه بی خطره نبستید؟ کنی به سوال من جواب دید؟ تصمیم بی خطری؟ بله کنی مرحمت به سوال جواب دید تستر و زودتر. اگر به سوال من شما جواب دهید به شما رای سوید اگر جواب ندهید جریمه به مقدار 200 سامانکک. رفیق سردار لبیک اجازت است یک تلفن کنیم برای کمک پرسیدن. مرحمت چرا نه بازی ما بسیار صاف است عادلانه است. مرحمت با کی زنگ میزنید کنی؟ با سردار بازرسی اتومبیل همین ناحیه خلف سید احمد رحمتویچ. وا انا دیدید شما بود کردید به شما راهی سفید. بیا اکا پولا بیا سلام علیکم اکا گوی اکا کی؟ گوسپند اکا 2 کیلو گوسپند دار بیا 2 کیلو گوسپند بیا انا گوسپند برو نه اینجا بده اکا پولا ما اینا گوسپند 70 تومان بیا اکا بیا پیش بیا اکا بیا گوی اکا گوسپندی چی؟ مرغ فابریکا برو اکا اینجا جای مفروشی نیست اکا بیا پیشتر بیا اکا چند کیلو؟ اکا چند کیلو؟ اکا چند کیلو؟ اکا پولاد بذار اکا تیار مون چند کیلو؟ گوی؟ نه گوسپندی؟ نه بوز؟ نه من بوز نه کی جا بوز؟ کی؟ بوز پیش بیا اکا چند کیلو بود؟ 2 کیلو 2 کیلو گوشتی بزن اکا چند سو میشه؟ خیلی چند سو میشه 70 تومان گوشتی بزن قیمت روزی بزن ناو کشته میشدم بزن هوزم اکا پولاد آوردم اینا کشته اکا زده شدم باز یک دقیقه باز این همه تمام خطی این روغناش خیلی دم خیلی چی همین دیگه یک دقیقه اکا پولاد 1 کیلو بزن 2 کیلو باز بمون اکا بیا رفتیم ایشم ایشما ببرکت باش اکا بزن نام کشتیم اکا سریش ای رحمه پیش بیا اکا چند گاوی گوسپند؟ گوسپندی 2 کیلو 3.5 کیلو بازی هست یک دقیقه بس من دیگه تقسیمش کنم بیا اکا خیلی گاوی بزی گوسپندی گوسپند باشی پیش بیا چند کیلو گوسپند؟ گوسپند ماینا 2.5 کیلو اکا پولاد برای برادر بسیار آدم شناسه یار برادر یه همسایه کم اکا مولایی باشه لحظه یک تا گوشت گوسپندی زور قطعی دنبا بتم خیلی دنبا چند پول؟ 78 سوم
قیمت چی؟ قیمت 78 قیمت اکا ما بگه اکا سلامت باشی من اکا سلامت سلام بگو من بیا تو چی گوشت؟ گو چند کیلو؟ 1.5 کیلو گو امی جمته میشه اکا؟ 2 کیلو میشه اکا یک برای 2 کیلو کنم برای که گوشتی این لحمه اینا نو کشتیم بقره نو آوردیم تمام اکا یک دقیقه بیت کنیم چند کیلو میبرایی این کم ترجیح 2.5 کیلو خمیشه اکا 2.5 کیلو یا هیچ کم نیست اکا پولاد تایرا زدم میگی کم 1 کیلو که پولاد بقا 1 کیلو که جاز نمیشه حالا بیا کی ماند است بیا من سلام علیکم گوسفندی گو جگر 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 بعد دوام نقدود چه بود؟ دوام نقدود رفتیم توی خونه اپم هم مرا لباس کردن السلام علیکم سلام علیکم گذارم اجازت هست از کجا با کجا؟ واقعا تماشا کردیم از کجا دوستی؟ از بانک او بانک از بانک از روسیه پول روان کردن قشلاق ما بودیم یه جنگ کار میکنم اونجا 15,000 روز روی کرده است سامان گفتید میاد دلار نه دلار نه یه توبه نه شما نمیفهمید می ما در قشلاق دیگه همه معلومات میفهمیم ممکن نیست وای روز می دلار می باید پول ملی کدی واس کرده گیری ممکن نیست پول ملی گرفتن 15,000 روز گرفتیم اگه 2,000 شا یک خرید میکنم 13,000 شا میبرم میتونم امانتی آه 500 تومن خرید میکنم 1,000 شا میگیرم میرم امانتی مرتکه میبرم میتونم آقا جان گذشتن بر وقتی بعد نیست بله نه دیگه شما باید برم ولی که نیست چه گیریم شما به صورت خوش سلامت باشید عجایب باغ کردید شما این صورت خوش شما باغ عجایب بوده تماشا کردیم مکن راحت کردیم یه ریم کنه گپ نیست رسید اینجا نه برادر چه میشود من 500 تومان خرید کنی 1500 تومان ما برادر دا یک توفه میکردید چی میکردن؟ توفه نه خیلی گپ نیست برادر شما همین نی این به ابو فرمون این بوز برایو عاد نیست شر نیست می در روز روشن دب نزن قمردون یه بیت مونتون هیچ باور نداشتم از شما خیلی دستا گیر به برای پول مهنت کرده فهمیدی پق نکن ما کشلاب نمیدونیم ما کشلاب مسئله داده که اگر اومد در نظر که ابله بدبخت اگر واخری برابر با شما ما گپ زنم فهمیدی اگر گپ زدم فکر میکنید که ما ترسیدگی این خیلی گپ نیست نزدیک نشم مکتب کشلاب یک معلم اومدگی من تربیت اسمونی کراتیست فهمیدی یه هفتهش من همجا میرم مشق میکنم نزدیک نشوید چون که من خودم اداره کرده نمیتونم جانی خودتون با جبر نکنید من شما گفتم که جبر نکن ایستید یه ساعت تو که تویه زیبا نکداسی شما چیزی نکن قدیمانه شده چپ بردو یه ساعت ساعت گمسا شدیچه جان ساعت با وجدانم قسم شد جان پول خودم نیست نه که شما من خفه کردید ما هم محله با گفتگی بودن که اگر میرم که او باشو که شیناس میشه قبل شدیچه بولی فهمیدی با خیالتون که ما کدام نزد میستم من باید برابر شما باید گپ زنم فکر نکنید که من شما ترسیده میستم فهمیدی برو چه اگر ما جی میستم شما اگه میترسی این خیلی گپ نیست من نمیترسم فهمیدی شدیچه هیچ باور نداشتم خودم این امانت خودم نیست فهمیدی برادر یکان پرابلم نداری نه من یکان پرابلم ندارم هیچ گپ نیست سزدواتش میکنیم چه سزدوات میکنیم پرابلم را سزدوات میکنیم چه نمیخواد شدیچه با وجدان پول خودم شدیچه
وای بچه دست تو چی کنه شدی چه اوف پرابلمش همین بوده شنیدگی بودم و نه دیدم پرابلمش چی وای پولم پول وای پول شپریس olmaz pul kino indiski iştegmem diskamaz pul نیست از شادیچه 100 سومون تحفه امضاشو بیننی امضای رئیس مانند دستا چی کند شادیچه پول بالای سر تو باشین دیلی ما شده که اینا بیاد بالای سر تو باشین یه چاق میکنه شما ساعت 5 سهر اومده که همه وقت رو گشته شما وای بر با وای بر با واخری داره بود خط کی کلی اما یک چی پرسیم خفه نمیشه؟ نه خفگی نه کمک من اشبا جانه حاضر همه چه بگوش خودتون عجیدت کدام ممکن در حیاتم بار اوله که هم خیلی آدم بینور هم میبینیم چخیر؟ هم خیلی بینور خنوک ده خنوک افتتون چنون به زیب که عمل بخشش ده چهرهتون آدمای دیگر پلنت ده مانند گران شما خودتون تو خودت داینه دیدیمی سرت رنگ رود باری خنوک گوش کن خنوک وقتی من تولد شدم کو تولد خانه با هم خیلی خوش رو بودم که میدیدی راحت میکدی واه کدام نمرد من علش کد است گیگینه رعایت کردن گیگینه باید رعایت کنید این یک چیز بسیار عادی فهمیدید می همین دانسته باشید که شما کودک نکو وقت بعد از خوراک خوردن حتما باید دست شستن در کار و پیش از خوراک خوردن حتما باید دستتون شویید انا برای همین دیگه شما نه گوله درد میشید نه تیف میشید کسلی برعکس از شما میگوریزد میرادیه خودم چه کسلی اگه قپی دیم بلا زنه که شب وجود آرام نیسته هم خیلی الرژی میخوری شک میخیلی راست که پاکی میگم دست یکم به دکتر برام شرمی دارم ده اگر مردم نمیدونید خودش دکترو بود کسال شده سوسته هم توقت که دکشتم هم خیلی میخواد دل آدم گم میزنه دیگه شما یکم وایس نمیدونید تابت نمیدونید با این از داروخانه وای نگیره داروخانه بخلاق لیخو منم جب میبرد که اروپا بیمارخانه مو منم جه یک داروخانه هست رقم 12 از این بیمارخانه ما میبرید اروپا تو وای میبرد که داروخانه بدارید از من گپ زدید فهمیدید ما مینویسم من راست از اونجا گیره که کچیز فینیده و دیگرش همش وای فالچی میگم که اما خیلی ما شما آدمی وای برای میکنم آدمی خودش هم پریامو همونجا دستفکه میکنه اینجا با داروی ارگینال بگوین دیگه فایده داره من این دارو بعد خوراک یا که پیش از خوراک یک تا بعد خوراک یک تا پیش از خوراک خورد من نوشتم من رقم تلفنم می نویسم خود شما با همونجا از داروخانه با من با زنگ زنید فهمیدید 918 20 اگه داروخانه دیگه نروید باشه پیش خالم در داروخانه نه هیچ وقت اونجا نروید همه فالچی وایو ساخته ایم جلو نگیرم نه اگه جای دیگه نگیره من همیشه نوشتم داروخانه من روی میکنم که ارگینا همون پرمو همون چه دستفکه میکنم توزا قبل دیدن که ما وای بدتر میشه یکو ایلاش ندارد نمیتونید شما خیلیش دقیق قرشک شده نمید شما روید همون داروخانه با همونجا گرد دارید مایلش زنگ زنم همونجا زنگ بزنم همونجا من با زنگ زنید تشکر زیاد سلامت بشی سلامت بشی الو شناختی میتونید یک تا کلینت روی کردم قبول کن بسیار تعریف کردم قبول کن در تنش وای دارد بارانی دارد کبود میام خیلی خیلی میره در انوی من رفته کرد قبول کن مایلش خیلی در خوب خش
مرحمت نوبتی که مرحمت و علیکم السلام بیایید السلام علیکم شنیدم دکتر نه چینید مرحمت چینید سلام اوه. خوش مرحمت چی شکایت داری؟ من شکایت از اون دارم دکتر جان که زن من وقتای آخر خود به خود در خوابش گپ میزنه دکتر جان کی؟ زنم همونت گپ زدن اهمیت میتینه همین اوه وای زن مردم روزم گپ میزنه در بیداریش هم در خوابش هم اهمیت میتینه مالت گپ زدن گرزن با نه دکتر جان زنم با آواز بلند داد میزند که نه زفر جان نه زفر جان نه زفر جان میگوید مالت گفتن که نداره چیه همین جای تشویش هست جای خواطر هست می آخه دکتر جان گپ در سری اون که نام من زفر جان نه چی از نامش؟ نام من سفر جان من شما نفهمیدم شما چی با بیزابیته میشویدن نخو آدم برای همین کار بیاد مانه داخل ما کسی کلین گفتن که نه زفر جان نه زفر جان نه زفر جان بله. حالا که نام شما سفر جان سفر جان بله هیچ گپ نیست مانت گفتن گرد اینجا از همه اساس و مهمش در آن است که ینگه ها نگفتند نگفته ایستادند اگر مبادا رود و ینگه ها میگفتند سانی چیکار میکردید؟ تپشیدی چی خیلی است؟ در جویش حالتش خوب تخته بین نفس کشید در جویش نفس کشید در جویش حالت را نگاه کنه حالت را حالتش خوب نورم برو جانم چی؟ حالت را نگاه کن خدا با شکر یفتنی دیر میکردنی نازنینم رسمش روان کردنی بود که زاریتش بود چه کنکش نرم چه رستی کارچی رسته اوبام نکرد کور نصیب بود است تقدیرش همین بود است بیچاره بیچاره تقدیرش همین بود است کاش که رسمش رو بودم بشه تو میفیستم کلی رسمش رو باید بینم بخشش 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 اوتر بسیار بخشش 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 بیمارتون چی شدن؟ بیمار خدا را شکر خوب نه گرنگی عقل نکن نخواد آدم در وقت جراحی دویم باریگر در حیاتت یک کتت تکرار نکن فهمیدی؟ بخشش من یک عروس شوندیم که صحبت میکردم و یک کس رسمشون روان کردن وقتی رسم روان کردم با زریعتش بود شد من خواستم رسمش بینم لیکن وعده میدیم با تنتنه که از همین روز عبارت منم دیگه در حیاتم همین دخترک با زنگ نمیزنم کو رسمش روان کردن کنی الان بینید